اینجا مسجد سلطان احمد هست که در حال ترمیم هم هست و از اینجا میرن ورودی داره با حجاب اسلامی برای پیش رو ببینید. خیلی مسجد معروفیه و چراغایی داره که از سقفش جای شمدونی هست و اینا قدیمی. اینا که ملالای معروف و شیرین استانبول و کستانه یا بلوط هست که خیلی خودشون علاقه دارن و خاصیت داره میخورن. بلوط کردن اینجا نشستن آدم ها راحت میکنن. حضور هم ببینید قشنگه. اینجا هم که مسجد آیا صوفیه هست یا نمیدونم کلیسا بگیم ولی موزه شده الان آیا صوفیه. این هم پرنده‌های قشنگ، پرنده‌های دریایی این که دارم پرواز میکنم. مسجد آیا صوفیه یا موزه آیا صوفیه. بعد از این قسمت کنارش هم که بریم میره به موزه توپکاپی، همون موزه‌ای که فیلم خرم سلطان و اینا اینجا اتفاق افتاده.